به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه موفقیت و راه و رسم زندگی شروع میکنیم. کتاب هنر بینش و انگیزه فردی نوشته ریچارد بروک و ترجمه نیما عربشاهی هستش که در آذر ماه 1399 توسط نشر بیان روشن در تهران چاپ شده که نوبت چاپ 15مش در اختیار من هستش. این کتاب از نظرات بزرگان درباره این کتاب شروع شده، درباره نویسنده، پیشگفتار و داستان من و بقیه فصل‌ها. ابتدا نوشته‌ای رو پشت جلد کتاب برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم شروع میکنیم. شاید شما هم مانند من بوده اید، یعنی که نمیدانسته اید با زندگی خود چه باید بکنید. من اگر هم جواب این سوال را پیدا می کردم نمیدانستم چگونه باید آن را عملی کنم. من واقعا میخواستم که موفق، مؤثر، محترم و در امنیت کامل باشم و اوضاع مالی خوبی داشته باشم، ولی نمیدانستم چگونه. قوانین معمول رسیدن به موارد فوق مانند تحصیلات عالی، تجارت، خانوادگی یا مشاوره درباره کار در مورد من صدق نمی کند. خوشبختانه من با افرادی حشر و نشر پیدا کردم که گزینه‌های دیگری را پیش پای من گذاشتم. من خوشبخت بودم که بالاخره به حرف آنها گوش دادم. نتایج این کار فوق‌العاده بود. مجبور بودم که این اطلاعات را به شکل‌های مختلفی بشنوم. آنقدر شنیدم تا بالاخره متوجه موضوع شدم. شرط می‌بندم وقتی شما هم در جریان این رازها قرار بگیرید آنها را درک خواهید کرد. اما نظرات بزرگان درباره این کتاب. ابتدا این کتاب رو مترجم به خانواده، مخصوصاً پدر و مادر و همسرش و همه کارآفرینان نوین و همه ایرانیان و فارسی زبانان تقدیم کرده. نظرات بزرگان. زمانی که دکتر نورمن وینسنت پیل فوت کرد، غیبت انسان بزرگی را احساس کردم. ولی چند لحظه ای از خواندن این کتاب نگذشته بود که فهمیدم بالاخره جانشینی برای دکتر پیل پیدا شده است. این کتاب روی میز من خواهد ماند تا هرگاه احساس کنم به سوی بدبختی سوق داده میشوم از آن بهره ببرم. به نظر بنده این کتاب باید در هر مؤسسه‌ای در امریکا تدریس شود. مارک یارنر، نویسنده کتاب سال اول در بازاریابی شبکه‌ای. در اقتصاد پرشتاب امروزی باید که با سرعت 2 ماک حرکت کنیم. ماک تلفظ امریکایی واحد سرعت صوت است. آلمانی‌ها آن را ماخ می‌گویند. این کتاب چون این کاری را با لذت و تأثیر همه جانبه آموزش می‌دهد. مارک ویکتور هانسن، نویسنده مشهور. ریچارد بروک در این کتاب هدیه‌ای مؤثر و مفید به ما می‌دهد. چالشی الهام بخش برای تغییر طرز تفکر ما درباره خودمان، زندگیمان و آنچه که ممکن است یک شاهکار بی‌نظیر باشد. راس دیوان. بینش شالوده و اساس هر دستاوردی است. به نظر من کتاب ریچارد بروک بسیار شفاف، جذاب، کامل، سریع الاستفاده و زود بازده است. جان میلتون فاگ، نویسنده کتاب‌های بزرگترین بازاریاب شبکه‌ای دنیا و گفتگو با بزرگترین بازاریاب شبکه‌ای دنیا. من از آن دسته انسان‌هایی هستم که باور دارم اندازه بینش یک فرد اندازه شهامت او را تعیین می‌کند. اگر می‌خواهید با شجاعت به جایی بروید که قبلا نرفته‌اید، از کتاب ریچارد بروک استفاده کنید تا شما را به آنجا برساند. جال کلنج، مؤسس و رئیس موشن اینک. صادقانه باید بگویم که ریچارد بروک بیش از هر فرد دیگری در تغییر طرز تفکر من نقش داشته است. همیشه از ریچارد ممنونم که زندگی مرا ارتقا بخشید. گیل سیرز. اگر با خودتان عهد بستید که به موفقیت‌های فوق‌العاده برسید، این کتاب یکی از منابعی است که
حتما باید در کنار شما باشد. اطلاعات مربوط به بینش و انگیزه شخصی بهترین اطلاعاتی است که میتوان یافت. با تشکر از ریچارد. تو یکی از بهترین الگوهایی هستی که استفاده درستی از این اطلاعات کرده ای. ضمن اینکه درک کرده ای در میان گذاشتن این اطلاعات با دیگران چه اهمیت فراوانی دارد. باب پراکتور، مربی و نویسنده مشهور. من عاشق این کتابم. ریچارد بروک در این کتاب به ما می‌آموزد که چگونه از راه قدرت بینش فردی سرنوشت و رسالت خود را رقم بزنید. هنگامی که خواندن این کتاب را به اتمام برسانید، بدون توجه به اینکه چه کسی هستید و چه می‌کنید، بیشک یک هنرمند شده اید و شاهکاری که خلق خواهید کرد زندگی خودتان است. این کتابی است که لزوماً باید خوانده شود. سندی الزبرگ، مربی و نویسنده مشهور. اما درباره نویسنده، ریچارد بلیس بروک رئیس شرکت آکسی فرش بیش از 20 سال به آموزش و تعلیم و تربیت راهبران بسیاری از محصلین دبیرستانی تا مولتی میلیونرهای صاحب کار مشغول بوده است. ریچارد کارگاه‌ها و دوره‌های راهبردی و رشد فردی بسیاری برگزار کرده است. از طریق آموزه‌های ریچارد صدها تن از راهبران نوین توانستند فواید جدیدی در گوش دادن، راهبری، داشتن شهامت، برقراری روابط با دیگران، سخنرانی در ملأ عام و روح کارگروهی کشف کنند. پیشگفتار: شاید شما هم مانند من بوده اید. یعنی که نمیدانستید با زندگی خود چه باید بکنید؟ اینو من پشت جلد کتاب برای شما خوندم، فاکتور میگیرم و میرم دنبال بقیه کتاب. پیشگامان امریکایی مجبور بودند به کارآفرینان موفقی بدل شوند. سرخپوستان نخواستند آنها را به خدمت خود در بیاورند. ریچارد بی بروک. من در یک مزرعه در چاوچیلای کالیفرنیا بزرگ شدم. در سن 4 سالگی چند عینک آفتابی از فروشگاه رد دزدیدم. وقتی از مادرم از من پرسید آنها را از کجا آوردم، حقیقت را به او گفتم. او مرا وادار کرد که عینک‌ها را به رد پس داده و از او عذرخواهی کنم. خیلی سرافکنده شدم. من به این نتیجه رسیدم که گفتن حقیقت دردناک و کار احمقانه‌ای بود. در کلاس 5 دبستان کسی را که دوستش داشتم در سینما کنارم نشسته بود. ما دست در دست هم بودیم. روز بعد از سینما او بدون هیچ دلیلی مرا ول کرد و رفت. من به این نتیجه رسیدم که برای کسی که دوستش داشتم به اندازه کافی خوب نبودم. در سال 6 دبیرستان به اتفاق خانواده از مزرعه به شهر نقل مکان کردیم. بچه شهری‌های باحال، همان‌هایی که همه از آنها خوششان می‌آمد. شلوار جین مخمل کبریتی آبی با مارک لویس می‌پوشیدند. ولی من هنوز شلوار جین معمولی به پا می‌کردم، از آن شلوارهایی که 2 وصله بزرگ روی زانوهایش دوخته شده بود. من به این نتیجه رسیدم که بچه باحالی نیستم. باورهای اصلی آن زمان من درباره خودم گفتن حقیقت دردناک است. من به اندازه کافی خوب نیستم. من بچه باحالی نیستم. شخصیت همه ما در طول دوران رشد شکل می‌گیرد. شروع این دوران به بیش از تولد باز می‌گردد و معمولاً تا 5 سالگی ادامه پیدا می‌کند. و در کودکانی که رشد آنها از نظر احساسی کندتر است، کمی بیشتر طول می‌کشد. در این دوران تمایل داریم به جای آنکه اتفاقات پیش آمده را تحلیل کنیم، به این نتیجه برسیم که چه شخصیتی داریم. من نیز مانند میلیون‌ها بچه همسن و سال خود شخصیت خود را طوری شکل داده بودم تا از پس زندگی که درک کرده بودم برایم. من نظام باورهای خود را بر اساس شرایط احمقانه و روزمره‌ای که به ندرت هم پیش می آمد بنا نهاده و رفتار خود را منطبق با آن در پیش گرفته بودم. بر اساس نظام باورهایم برنده بودن کار سختی بود. خودباوری من ضعیف بود و به عدم پذیرش خود توسط دیگران باور داشتم. و به خاطر آن عینک‌های آفتابی یک دروغگوی تمام عیار شناخته شده بودم.
نمیدانم از کجا تصمیم گرفته بودم که آن کارها را انجام دهم. نکته اینجا بود که تفسیر خلاق دوران کودکی من درباره آن شرایط برای من به واقعیت تبدیل شده بود. واقعیتی که میتوانست تا آخر عمرم ادامه داشته باشد. من معمولاً منفی باف بودم. با اینکه والدین من ثروتمند، تحصیل کرده و صاحب مزرعه بودند، ولی رفتار رقتبار و مغموم من دستیابی به موفقیت را به کاری سخت و ناممکن بدل کرده بود. وقتی 17 ساله بودم والدینم از یکدیگر جدا شدند. من از مدرسه بیزار بودم. زیاد اهل درس نبودم و از سر کلاس جیم میزنم. معمولاً نمره‌های ناپلئونی می‌گرفتم و به همین دلیل برای رفتن به دانشگاه هیچ تلاشی نکردم. مدتی به این فکر می‌کردم که نگهبان جنگل بشوم، تا اینکه روزی یک نگهبان جنگل به من گفت که برای این کار باید مدرک دانشگاهی داشته باشم. نگهبان در ادامه گفت که در صورت داشتن مدرک هم از هر 3000 نفر تنها 300 نفر را استخدام می‌کنند. در کسری از ثانیه پس از شنیدن جمله نگهبان به این نتیجه رسیدم که من نمیتوانم جز آن 300 نفر باشم. البته حق با من بود. نمیتوانستم، زیرا باور داشتم که نمیتوانم. بالاخره با تقلب در امتحان مدرک پایان دوره متوسطه خود را گرفتم و در پمپ بنزین پیرسونز آرکو نبش خیابان‌های جی و اولیو در شهر مرسید در ایالت کالیفرنیا مشغول به کار شدم. در همان پمپ بنزین زندگی می‌کردم. شب‌ها را در وانت خود می‌خوابیدم. شنوک، سگ با وفا ولی بدقلق من نیز در کنارم بود. بالاخره بعد از آن که 2 شب پیاپی فراموش کردم درب جلویی پمپ بنزین را قفل کنم، جاه طلبی من کارم را به فاستر فارمرز، بزرگترین مرغداری جهان کشاند. یک فرصت شغلی بود با 3.5 دلار در ساعت به علاوه مزایا، سنوات، مرخصی و از همه مهمتر بازنشستگی. لحظه‌ای در پذیرش این فرصت کاری درنگ نکردم. شغل من خرد کردن مرغ‌هایی بود که در خط تولید از مقابلم عبور می‌کردند. تکه تکه کردن میلیون‌ها مرغ، میلیاردها مرغ. این کاری بود که 450 تا 530 دقیقه در روز انجام می‌دادم. کارگران خط تولید در دقایق زندگی می‌کنند. با اینکه از جمله کارگران سخت‌کوش و باهوش بودم و پشتکار خوبی هم داشتم، ولی برخی از جنبه‌های شخصیتیم مرا از پیشرفت باز می‌داشت. من تقریباً از همه بدم می‌آمد. نمی‌گذاشتم افرادی که به نظر خودم کمتر از من مهارت داشتند به من دستور بدهند. در مسیر پیشرفت کاری خود به جلو می‌رفتم و به دیگران می‌آموختم که چگونه مرغ‌ها را تکه تکه کنند. ولی مدت زیادی طول نکشید که شخصیت من مرا به عقب کشاند. به رئیس خود گفتم وین برو به جهنم، و این حرف را در برابر رئیسش آقای هویت به او گفتم. همین حرف کافی بود که مرا به ابتدای خط تولید بازگرداند. با این وجود مرغداری را دوست داشتم و هنوز هم همکاران آن زمان خود را دوست دارم. در آن دوران شک نداشتم که 30 سال کاری آینده خود را در مرغداری خواهم ماند و به سابقه کار و روزهای مرخصی خواهم رسید و روزها را در انتظار دوران بازنشستگی خواهم شمرد. سال 1977 بود و من 22 سال داشتم. برای درک بهتر شرایط کار من در مرغداری مقاله بعد را بخوانید. در خط مقدم مرغداری، والت فریزر بیشتر عمر خود را در بخش حیات واژگون گذراند. ترکیب حیات واژگون مانند بسیاری از چیزهای دیگر در یک کشتارگاه مدرن واضح و روشن است. مرغ‌های زنده‌ای که از مرغداری آورده می‌شدند به طور معلق، در حالی که از پا به گیره‌های فلزی که به نوار خط تولید متصل است آویزان بودند، وارد سالن مرگ می‌شدند. اگر از کارگران کشتارگاه درباره حیات واژگون بپرسید، سر خود را تکان می‌دهند. در کشتارگاه هر کاری باید در لحظه خود انجام شود. از این رو هر کارگر به بخشی از یک ماشین بزرگ تبدیل می شود. والت فریزر یکی از کارگران بخش حیات واژگون بود که راندمان بالایی داشت. او می توانست مرغ‌های زنده را
از روی تصویر نقاله بگیرد و در هر 2 ثانیه یک مرغ را سر ببرد. رکوردی که در نوع خود چشمگیر بود. شیفت اول حیات واژگون از 5:48 صبح تا 2:18 بعد از ظهر بود و فریزر تا پایان شیفت اول توانسته بود 10,000 مرغ سربریده را به صنعت 1.6 میلیارد دلاری دلماروا پنسیلوانیا تقدیم کند. کمتر جایی را پیدا می‌کنید که خطرناکتر از مرغداری باشد. طبق گزارش وزارت کار امریکا از هر 6 کارگر مرغداری 1 نفر از بیماری‌های مربوط به این حرفه رنج می‌برد. جمعیت زیاد کارگران آسیب ویژه‌ای را به نام زخم همسایه برای آنها به همراه دارد. کارگران در هنگام بریدن سر مرغ‌ها گاهی به طور غیر عمدی کارگر نزدیک خود را زخمی می‌کنند که به آن زخم همسایه می‌گویند. فریزر با سابقه 20 ساله خود در خط تولید این صنعت می‌تواند با شمردن زخم‌های خود سابقه کاریش را به همه ثابت کند. خراش حاصل از ناخن‌های مرغ‌ها روی ساعد دست راست فریزر آنقدر زیاد است که دست او مانند لحاف 40 تکه دیده می‌شود. پوست روی بند انگشت‌های او رنگ پریده و کبود شده است. گرفتن و سربریدن مرغ‌ها فشار زیادی به ستون فقرات او وارد آورده که به 2 عمل جراحی منجر شده است. مصرف کنندگان مرغ پرورده بی استخوان، پوست کنده قطعه و بسته‌بندی شده می‌خواهند و فناوری روز هنوز نتوانسته است جایگزین دقیق‌تر و بهتری به جای دست انسان برای انجام این کار پیدا کند. همین باعث می‌شود که فشار بیشتری به کارگران کشتارگاه وارد آید. گرفتن و تکه تکه کردن مرغ‌ها به مرور زمان عوارض زیادی برای دست، مچ، بازو و شانه ایجاد می‌کند. کشتارگاه‌ها تأثیری منفی بر احساسات کارگران می‌گذارد. محیط آن همیشه بوی پر خیس می‌دهد. دمای آن از زیر دمای انجماد، جایی که به آن اتاق 28 درجه می‌گویند و مرغ‌های بسته‌بندی شده را به طور موقت تا زمان تحویل نگهداری می‌کنند تا دمای آب جوش 120 درجه که برای پرکندن مرغ‌ها استفاده می‌شود متغیر است. در تابستان دمای بخش حیات واژگون به طور غیرقابل تحملی بالا می‌رود و مرغ‌ها در کمتر از 1 دقیقه خفه شده و می‌میرند. همه کشتارگاه چنان زیاد است که لازم است سالی 1 بار از کارگران تست شنوایی گرفته شود. آب با فشار زیاد از لوله‌های روی کف بتونی کشتارگاه پاشیده می‌شود. چربی مرغ‌ها زمین را لیز می‌کند. خون از گردن بیسر مرغ‌های اسب آویزان روی زمین می‌ریزد. برای والت فریزر همه روزها در بخش حیات واژگون مانند هم است. در پایان هر روز کاری روپوش نارنجی خود را که سراپا پوشیده از کثافت، پر و خون مرغ است درآورده و دستکش‌های سراسر خراشیده حاصل از ناخن مرغ‌ها را از دستان خود بیرون می‌کشد. او وقتی به خانه خود در بریجویل می‌رسد، دستان خود را با آب داغ، الکل و نمک می‌شوید. درد حاصل از این کار چنان زیاد است که حتی نمی‌تواند گوشی تلفن را برای مدت زیادی نگه دارد. او می‌گوید دستانم همیشه خواب می‌روند. مقاله‌ای با عنوان در خط مقدم مرغداری، لنا سان و گابریل اسکوبار، نوامبر 1999. اما ادامه داستان من. آنچه خواهید خواند شاید مبالغه آمیز و متکبرانه به نظر بیاید، ولی واقعیت دارد و با هدف رساندن منظور باید بیان شود. اولین $1,000,000 خود را قبل از سن 30 سالگی به دست آوردم که حاصل کسب مقام فروشنده برتر در یک سازمان بازاریابی شبکه‌ای $60 میلیون با بیش از 250,000 فروشنده بود. در 31 سالگی به مقام معاون مدیرعامل همان شرکت منصوب شدم. در 33 سالگی فرصت تکمیل یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای را پذیرفتم. این شرکت وقتی که من به آن پیوستم در حال فروپاشی و غرق در باتلاق ورشکستگی بود. $1,000,000 بدهی داشت. بدون پول نقد، دارایی و اعتبار. با کمک شریک و دستیار خود، رندی اندرسون، توانستم این شرکت را به الگوی کاری صنعت بازاریابی شبکه‌ای تبدیل کنم.
در مارس 1992 در سن 37 سالگی مجله ساکسس تصویر من و شرکت ما را روی جلد خود چاپ کرد. اولین باری بود که یک مجله تجاری مشهور با دیدگاه مثبت از بازاریابی شبکه‌ای یاد می‌کرد. فروش همین شماره مجله ساکسس بیش از فروش کل مجله در 100 سال تاریخ انتشار آن بود. این مجله ما را میلیونرساز نامید و مقاله‌ای درباره ما نوشت و شرح داد که چگونه افرادی که با ما کار می‌کنند و ما آنها را آموزش می‌دهیم می‌توانند امپراتوری‌های یک شبه بنا نهند. همکاران ما چنین کاری را کردند و هنوز هم می‌کنند. البته نه یک شبه، ولی بسیاری از راهبران فروشنده برتر ما کسب و کاری راه انداختند که بیش از $1,000,000 ارزش دارد. برخی از آنها مولتی میلیونر هم شدند. پس از آن مجله ساکسس 3 بار دیگر نیز شرکت ما را مورد توجه خود قرار داد. در 1993 انتشارات استرلینگ اند استون از من خواست که در نوشتن کتابی به آنها کمک کنم. در 1994 از طرف مجله اینک به عنوان کارآفرین سال انتخاب شدم. در 1995 شرکت ما در شبکه‌های مختلف تلویزیونی مانند MBC، IBC و CBC حضور داشت. در 1996 مجله کار در منزل تصویر مرا روی جلد خود چاپ کرد و مقاله مرا که درباره نحوه پولدار شدن از طریق کار در منزل نوشته بودم در مجله درج نمود. در سال 1998 به تالار افتخار بازاریابی شبکه‌ای معرفی شدم. در 2002 به عنوان یکی از 5 مربی برتر بازاریابی شبکه‌ای جایزه بهترین توزیع کننده را دریافت کردم. من همکنون به برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در زمینه رشد فردی و راهبری و در کل به اداره یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای موفق با 20 سال سابقه مشغولم. حداقل 2 بار به همه ایالت‌های کشور خود رفته و به 22 کشور جهان سفر کردم. برای بسیاری از گروه‌های 100 نفره و چندین بار هم برای گروه‌های 1000 نفره سخنرانی کردم. نه تنها جنبه مالی زندگی من عالی است، بلکه از سلامت کامل برخوردارم. عاشق محل زندگی خود و کاری که می‌کنم هستم و دوستان بسیار خوب و صادقی دارم. امیدوارم این سوال در ذهن شما مطرح شده باشد که چه اتفاقی برای او افتاد؟ و چنین است اتفاقی که برای من افتاد. من تغییر کردم. افکارم را عوض کردم. افرادی که به آنها توجه می‌کردم را عوض کردم. ذهنم را عوض کردم. عادتهایم را عوض کردم. رفتارم را عوض کردم. لباسهایم را عوض کردم. نظرم را درباره خودم و شما عوض کردم. آنچه می‌خواندم یا در تلویزیون تماشا می‌کردم و آنچه گوش می‌دادم را عوض کردم. آن نتیجه‌گیری‌های عمیقی را که درباره شخصیت خود و آنکه می‌خواستم بشوم کرده بودم، آنها را هم عوض کردم. این کار آسانی نبود، ولی تصمیم به انجام آن به همان سادگی گرفتن تصمیماتی بود که قبلا اتخاذ می‌کردم. فقط به این نتیجه رسیدم که تغییر کنم و کارهای متفاوتی انجام دهم و بارها و بارها به گرفتن تصمیمات جدید ادامه دادم تا زمانی که ملکه ذهنم شد و برایم جا افتاد. بعد از آن فقط به راه هم ادامه دادم. تغییر برای همه ما ممکن است. شاید حرف‌های احمقانه و خرافه‌هایی درباره اینکه انسان نمی‌تواند خود را تغییر دهد شنیده باشید، ولی فقط گذشته خود را بررسی کنید. آیا قبلا تغییر کرده اید؟ و اگر پاسختان مثبت است، چه رویدادهایی یا بینش‌هایی باورها و رفتار شما را تغییر دادند؟ اینجا نقطه خوبی است که به جوابها گوش بدهید. و افرادی که وارد زندگی شما شده اند یا دیگر در زندگی شما نیستند فکر کنید. به رویدادهای زندگی خود مسرت بخش و ملال‌انگیز فکر کنید. به دانشی که به دست آورده اید فکر کنید. آیا تغییر کرده اید؟ اگر تغییر کرده باشید، باز هم می توانید عوض بشوید. به نظر من اگر تغییر به طور هدفمند و آگاهانه صورت بگیرد، من و شما می توانیم تا سال آینده به اندازه کل زندگی خود دگرگون شویم و در 10 سال آینده انسان کاملا تغییر یافته دیگری شده باشیم که نتایج دیگری را محقق می کند.
تغییر نه تنها ممکن است بلکه اجتناب ناپذیر است. تنها سوالهای مهم اینها هستند که چه کسی می‌خواهد تغییر را طراحی کند؟ چه چیزی شما را تغییر داده است؟ در 1977 زمانی که هنوز در مرغداری کار می‌کردم، یکی از دوستانم به نام استیو اسپالدی یک فرصت کاری با توان رشد فردی و مالی به من معرفی کرد. موضوع این کار بازاریابی شبکه‌ای نام داشت. قسمت جالبش این بود که کار مرغداری را هم همین دوستم برایم ترتیب داده بود. به نظرم او این فرصت کاری جدید را به من معرفی کرد، زیرا برایم متاسف بود. چند نفر دیگر از دوستان نیز وارد این حرفه شدند. دیو، دن آستین و جک آکر که فوت کرده است. همگی آنها دوستانی بودند که در مزرعه‌های کوچکی در مرسید از ایالت کالیفرنیا زندگی می‌کردند. آنها کارگران فصلی بودند که در کارخانه‌های محلی رگ و اسپاگتی سس کار می‌کردند. آنها به تحصیل ادامه نداده بودند و بهترین گروه رفقا برای ورود به این فرصت کاری عالی بودند. به ما گفته شده بود که اگر از طرح شرکت تبعیت کنیم می‌توانیم سالیانه بیش از $60,000 درآمد داشته باشیم. آن هم از کار پاره وقت. در سال 1977 افرادی که در دنیا سالانه $60,000 درآمد داشتند عبارت بودند از پزشکان و وکلا، متخصصین بسیار تحصیل کرده، صاحبین کسب و کارهای موفق، افرادی که ارث کلانی به آنها رسیده بود و آقازاده‌هایی که با داشتن روابط مخصوص توانسته بودند تجارت کلانی راه بیاندازند. می‌دانستم این آمار درست است و نیز می‌دانستم که من جزء هیچ یک از افراد موفق فوق نیستم. بنابراین می‌دانستم که اگر هر کاری انجام دهم نمی‌توانم $60,000 درآمد داشته باشم. ولی نکته اینجا بود که من بیش از هر چیز دیگری در دنیا می‌خواستم که $60,000 درآمد داشته باشم و این باعث بروز تناقضی شده بود. چیزی را می‌خواستم که هرگز انتظار نداشتم محقق شود. راهبران این فرصت کاری عالی آماده بودند که موضوع مرا حل کنند. مشکل من مشخصاً دامنگیر همه بود. آنها دوره‌های آموزشی و تمرینی مهیجی را برای حل این گونه مشکلات طراحی کرده بودند. اولین مربی ما فردی بود به نام کرد راپ. در 3 و 4 آگوست سال 1977 من و دوستانم و 40 نفر دیگر که آنها را نمی‌شناختیم در هتل رامادا در شهر بیکرزفیلد گرد هم آمدیم. در آن جلسات سخنرانان یکی پس از دیگری به ایراد سخنرانی پرداختند و همگی اعلام کردند که ما واقعاً می‌توانیم $60,000 در سال درآمد داشته باشیم و مانعی وجود ندارد. کرد به ما گفت که قبلا در کارخانه ما بل در اوکلاهاما کار می‌کرده و با اینکه از کار خود راضی بوده ولی نمی‌توانسته هر چه را که آرزو داشته تهیه کند. ولی بعداً به اصرار همسرش جنی از کار خود بیرون آمده و در ریسک بازاریابی شبکه‌ای به او ملحق شده است. چه فکر کنید که می‌توانید یا فکر کنید که نمی‌توانید، در هر دو صورت حق با شماست. گفته هنری فورد، مؤسس شرکت فورد موتور. کرد گفت که او هم در ابتدا مشکلی مانند ما داشته است. یعنی چیزی را می‌خواسته که باور نداشته است. باور نداشته است که می‌تواند آن را به دست بیاورد. ولی همسرش جنی باور داشته که می‌تواند هر چیزی را به دست آورد. کرد تاکید کرد که چون این باوری نداشته، بنابراین آنها تلاش و کوشش فراوانی به خرج داده و هر کاری را که فکر می‌کردند ممکن است برایشان مفید باشد انجام دادند. بالاخره کرد پس از انجام کاری که اکنون می‌خواست آن را به ما آموزش دهد، توانسته بود محدودیت‌های خودخواسته خود را از بین ببرد و به موفقیت‌های چشمگیری نائل شود. کرد و جنی در آن زمان به اقصی نقاط جهان سفر می‌کردند و مردم را یاری می‌دادند تا آنها نیز به رویاهای خود دست یافته و وقت کافی برای انجام آنها بیابند. ما به حرفهای کرد گوش دادیم. آنچه به آن گوش می‌دادیم یک سیستم بود، به قول خودش یک روش مخصوص و آزمایش شده که باعث می‌شد هر کسی به هر چیزی که می‌خواهد دست یابد.
سیستم ساده‌ای که هزاران سال از بشر برای رسیدن به تعالی خود از آن استفاده می‌کند. همزمان که او مراحل این روش را شرح می‌داد، این سیستم چیست، چگونه باید از آن استفاده کرد و چه نتایج محتومی خواهد داشت، من به موضوعی پی بردم که قبلا تجربه نکرده بودم. اینکه من و شما تقریباً به هر چیزی که معین کنیم دست می‌یابیم و این موضوع ربطی به شانس، تحصیلات، پول یا روابط ندارد. این موضوع مرا کاملاً به هیجان آورده بود. در واقع برخلاف همه چیزهایی بود که فکر می‌کردم واقعیت دارند. بنابراین با خود اندیشیدم اگر این حرف‌ها حقیقت دارند، پس چرا همه از آنها باخبر نیستند؟ چرا این دوره آموزشی عالی و لازم در دوران تحصیل برگزار نمی‌شود؟ آخر چگونه است که درس جبر یا هر درس دیگری از این دوره مهمتر جلوه داده می‌شود؟ یکی از بزرگانی که کرت خیلی چیزها از او آموخته بود، ناپلئون هیل نام دارد. دکتر هیل نویسنده یکی از مهمترین و مشهورترین کتاب‌ها در زمینه موفقیت است. دکتر هیل به دستور اندرو کارنگی به خانه 500 نفر از بهترین ثروتمندان خودساخته امریکا رفته و با آنها مصاحبه کرده بود تا اصول موفقیت را از زبان آنها بشنود. حاصل این تحقیق گسترده کتاب پرفروشی شد به نام بیاندیشید و ثروتمند شوید. به علاوه او مجموعه‌ای نوشت که علم کامیابی فردی نام دارد. به جرات میتوان گفت که صدها کتاب با موضوع رشد و پیشرفت فردی بر اساس اصول کتاب‌های دکتر هیل نوشته شده است. کتاب حاضر نیز از جمله همان کتاب هاست. من در این کتاب تلاش می‌کنم که همین مفاهیم فوق‌العاده را در قالبی که موفق به درک آن شده‌ام بیان کنم. 5 سال بعد دوره آموزشی دیگری را نزد لو تایس، مؤسس پاسیفیک انستیتیوت در سیاتل از ایالت واشنگتن آغاز کردم. آموزش‌های آقای تایس فهم کارهای اولیه دکتر هیل را برای من بسیار ساده تر کرد. از طریق آقای تایس یاد گرفتم که چگونه آموخته‌های خود را به دیگران بیاموزم. ناپلئون هیل فوت کرده است و کربراب نیز 9 ماه پس از اولین جلسه آموزشی من از دنیا رفت. ولی هر دوی آنها عمر خود را صرف این کردند که نحوه یافتن آزادی و موفقیت را از راه این اصول به دیگران نشان دهند و تلاش آنها هرگز بی‌پاداش نخواهد بود. هیچ یک از ما به کارخانه کنسروسازی یا مرغداری باز نگشتیم. زندگی تک تک ما در پایان آن هفته عوض شد. جک آکر 5 سال را با شور و نشاط فراوان به پیگیری رویاهای خود پرداخت و با آن لبخند همیشگی و شور و شعف فراوانی که داشت هر کسی را تحت تاثیر خود قرار میداد. جک در اثر سرطان فوت کرد. دن آستین از تجربه خود در این حرفه به عنوان نردبان ترقی در صنعت فیلمسازی استفاده کرد. همکنون دیو آستین و استیو اسپالدینگ در حرفه خود به مقام استادی رسیدند. دیو یکی از پردرآمدترین بازاریابان دنیاست. استیو یکی از بهترین مربیان و سخنرانان انگیزشی در این صنعت است. هر دوی آنها آموزه‌های خود را به 10,000 نفر در جهان منتقل کردند و هر دوی آنها مولتی میلیونر شدند. آن روز در بیکرزفیلد اتفاقی کاملا شگفت‌انگیز و جادویی رخ داد. من داستان آن روز را با شما در میان می‌گذارم، به این امید که ذهن خود را در برابر امکاناتی که این تکنیک‌ها در اختیار شما قرار می‌دهد باز بگذارید. پیدایش هر تجربه، درس یا فکر جدید و ارزشمندی که داشتم در اثر معاشرت با دیگران به وجود آمده است. بزرگترین هدیه زندگی در تنوع افراد و روابط ما با آنها نهفته است. از آن روز پرماجرا در بیکرزفیلد فرصتی برای خود خلق کردم تا با هزاران انسانی که در صدد رسیدن به موفقیت بودند ملاقات داشته باشم. این افراد از همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی، ادیان، نژادها، شغل‌ها و مکان‌های جغرافیایی گوناگونی که می‌توان تصور کرد بودند. من تحت آموزش بهترین مربیان جهان بودم، از لو تایس گرفته تا آنتونی رابینز. در این میان به خواندن کتاب‌ها یا گوش دادن به نوارهای بسیاری از مربیان، اساتید و آموزگاران مشهور پرداختم. اساتیدی مانند استفان کاوی، اسپنسر جانسون، باب پراکتور، برایان تریسی، اوگ
مندینو، ریچارد باخ، ارل نایتینگل، وین دایر و بسیاری دیگر. تجربه‌های آموزشی این افراد و موفقیت خودم پشتوانه همه جنبه‌های این سیستم شکست ناپذیر موفقیت است. این اصول کاربرد دارند و هر کسی که آگاهانه به موفقیت رسیده باشد، دانسته یا نادانسته از آنها استفاده کرده است. نیت من از نوشتن این کتاب این است که راه‌هایی را برای انتقال این مفاهیم به شما پیشنهاد دهم. راه‌هایی که به من کمک کردند تا آنها را بهتر درک کرده و به کار ببندم. قصد داشتم که این کتابی کوتاه، ساده و انگیزشی باشد. کتابی که خواندن آن را بخوانید، خودتان آن را بخوانید و سپس به هر کسی که می‌خواهید او را در راه رسیدن به موفقیت حمایت کنید پیشنهاد دهید. مفاهیم و روش‌هایی که آموخته‌ام را به طور مختصر رویا و انگیزه فردی می‌نامم. اگر 5 نفر از ساکنین شهر کوچکی توانستند موانع را از پیش راه خود بردارند، پس شما هم می‌توانید. اتفاقی یا خوششانسی نیست که عده‌ای با دستمزد کم، خودباوری خیلی پایین، بی هدف و دیپلمه توانستند نیروی سحرانگیز خود را یافته و آن را به حرکت درآورند. کتابی که در دست دارید باعث می شود که شما هم این نیروی فوق‌العاده را کشف کرده و به کار ببندید. اما چگونه؟ کربراو در اوج موفقیت خود بود که در امواج خروشان هاوایی به دام افتاد و کشته شد. جنین نیز همراه او بود. آموزش‌های کرت چنان تاثیر عمیقی بر زندگی من گذاشته است که همواره از او به عنوان یکی از مهمترین افراد زندگی خود یاد می‌کنم. تا وقتی که کرت زنده بود و به من آموزش می‌داد، هیچ یک از آموزه‌های او را به کار نبستم. من داشتم به قول خودم آموزش می‌دیدم، روی آن کار می‌کردم و آماده می‌شدم. زمانی که خبر فوت ناگهانی او را شنیدم، واکنش من این بود که همه چیز را رها کردم. احساس می‌کردم بدون او که همیشه در کنارم بود و به من کمک می‌کرد نمی‌توانم ادامه دهم. پس از گذشت مدتی از این ماجرا متوجه شدم واکنش من بزدلانه و در واقع بی‌احترامی به آموزش‌های کرت بود. تنها کاری که برای به احترام به او می‌توانستم انجام دهم این بود که به یک منبع آموزشی برای خود و دیگران تبدیل شوم. دیگر آماده شدن کافی بود. زمان عمل رسیده بود. باید دست به کار می‌شدم و آموزه‌های کرت را به کار می‌بستم و به دیگران آموزش می‌دادم. از آن روز زندگی من به طور شگفت‌انگیزی تغییر کرد. از آن روزی که تصمیم گرفتم به یک منبع آموزشی برای خود و دیگران بدل شده و آنچه می‌دانستم را به کار ببندم. راز شماره 1 موفقیت: انگیزه فردی. 100% شوت‌هایی که هرگز نمیزنی را از دست می‌دهی. وین گرسکی، رکورددار امتیاز گل‌های زده در هاکی. از اینکه با من همراه بودید و این کتاب زیبا رو شنیدید سپاسگزارم. این کتاب خیلی جالبه و هنوز ما به اولین روش رسیدیم، انگیزه فردی برای رازهای موفقیت. اگر خوشتون اومده از نص و روایت این کتاب میتونید تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.